روانشناسی میگه بیشتر آدمای با استعداد هیچ وقت متوجه نمیشن که با استعدادن. چرا؟ چون اونطوری نیست که مدرسه یا فیلما نشونمون دادن. استعداد فقط نمره و آیکیو بالا نیست که. در واقع خیلی وقتا استعداد خودش رو پشت سختی ها، تناقض ها و ویژگی هایی پنهون میکنه که بقیه اشتباهی فکر میکنن اونا عیبن، اما خب عیب نیستن. میخوام بهت 10 تا نشونه که ممکنه نشون بدن تو با استعدادی بدون اینکه حتی خودت بدونی رو بگم. قبل از شروع این ویژگی ها اینو بگم که اگه واقعا دنبال مطلب روانشناسی یا علمی خاصی هستی بهتر منابع معتبر و اصلی بری پیداشون کنی. من هم اینجا سعی کردم اطلاعات دقیقی رو پیدا کنم. خب شروع کنیم. مورد اول، ذهن بیقرار. تو زودتر از بقیه از چیزا خسته میشی. نه چون تنبلی، بلکه چون مغزت انقدر سریع پردازش میکنه که تکرار برات غیر قابل تحمله. یه کار معمولی که بقیه ازش لذت میبرن برای تو خالی و بی‌معنیه، چون ذهنت از قبل دنبال چالش بعدیه. مورد دوم، احساسات شدید. آدمای با استعداد هیچ وقت چیزی رو سطحی حس نمی کنن. وقتی خوشحالی انگار دنیا برات روشن‌تره و یه جور دیگه است. ولی وقتی ناراحتی انگار همه چی روی سرت خراب میشه. احساسات همیشه روی بالاترین درجه است. درسته زندگی رو سخت‌تر میکنه، ولی خب باعث میشه معنای واقعی تری از زندگی رو تجربه کنی. مورد سوم، شک به خودت. جالبه بدونی خیلی از آدمای با استعداد مدام به خودشون شک دارن. اونقدر تمرکزشون روی چیزاییه که بلد نیستن که یادشون میره چقدر میدونن. برای همین بقیه توشون نبوغ میبینن ولی خودشون تنها چیزی که میبینن ضعفه. شماره 4، ول نمی کنی. وقتی یه مسئله توجه تو جلب میکنه دیگه ولکن نیستی. ذهنت شب و روز درگیرشه. هی مرورش میکنی، هی دنبال جواب میگردی، هی مرورش میکنی، هی دنبال جواب میگردی. این تمرکز وسواسی ضعف نیست، نشونه مغزیه که نمیتونی چیزی رو نصف کاره بذاری. مورد 5، حساسیت زیاد. نور زیاد، صدای بلند، جنس بعضی لباس ها یا حتی جزئیاتی که بقیه نادیده میگیرن، تو همشون رو حس میکنی. ذهنت مثل یه راداره که همه چی رو میگیره. گاهی هم اذیتت میکنه، اما همین باعث میشه دنیا رو زنده تر و عمیق تر تجربه کنی. معمولا این ویژگی تو خانوما هم بیشتره. مورد 6، دیدن الگوها. تو بین چیزایی ارتباط میسازی که برای بقیه کاملا بی ربطن. 2 تا ایده ظاهرا جدا برای تو کاملا منطقی و به همدیگه وصل میشن. این توانایی برای دیدن ارتباطها یکی از واضح ترین نشونه های هوش بالاست. شماره 7، کمالگرایی. فرقی نداره کارت چقدر خوب باشه، همیشه حس میکنی میتونست بهتر باشه. نه برای نشون دادن خودت، بلکه چون ذهنت چیزایی رو میبینه که بقیه نمیبینن. تو دنبال یه استعداد نامرئی هستی که همیشه جلو بندازتت و هلت بده به جلو. البته این موضوع تا وقتی استعداده که عملگرایی به 0 نرسونی ها. مورد 8، احساس متفاوت بودن. تا حالا دقت کردی حتی وقتی بین جمعی گاهی حس میکنی با بقیه فرق داری، انگار کامل به هیچ جا تعلق نداری. اما اون حس تنهایی نمیشه بهش گفت ضعفه، فقط نشونه‌ایه که مغزت یه جور متفاوت داره کار میکنه، حتی اگه بقیه متوجهش نشن. بریم سراغ مورد 9، کنجکاوی بی پایان.
هیچ وقت از پرسیدن سوال دست نمیکشی. چرا اینطوریه؟ اگه فرق میکرد چی میشد؟ واقعا تهش چیه؟ بعضیا ممکنه بگن زیادی فکر میکنی، اما واقعیت اینه که ذهنت تشنه کشف کردنه، فراتر از ظاهر چیزا. مورد آخر، تمرکز شدید. وقتی یه چیز واقعاً برات مهمه، همه چی یا هست یا نیست. اونقدر غرقش میشی که زمان از دستت در میره. درسته ممکنه خسته کننده باشه، اما همین تمرکز باعث میشه کارایی بکنی که بقیه حتی فکرش رو هم نمی کنن. حقیقت اینه که آدمای با استعداد معمولاً حس نمی کنن خواستن. بیشتر وقتا فکر میکنن زیادی بیقرارن، زیادی حساسن یا زیادی متفاوت. اما همین ویژگی ها خودشون مدرکن که ذهنت به شکلی فوق‌العاده داره کار میکنه. اما خب باید بتونی اونو مدیریتش کنی که از اون ور بوم نیفتی. بگو ببینم چند تا از این نشونه ها تو رو یاد خودت انداخت؟